خور در ایران همزمان با مهر، یعنی همون ایزد پیمان، و رشن، ایزد داوری، سگانه اخلاق و نظم رو شکل میدادن. به همین دلیل هم بوده خورشید در پرچم، نشان، مهر پادشاهان و حتی در مراسم‌های دینی جایگاه بسیار بلندی داشته. هنوز هم که خب میدونید که یکی از مهمترین سمبول‌های پرچم ملی ما که نام اون ایزد در خود عبارت هم اومده خورشید هستش، پرچم شیر و خورشید. در نقش رستم و تخت جمشید هم خورشید حضور داره و نور نماد مشروعیت پادشاهی هست. خور همچون شهریور معیار سنجش پادشاهی هست، اما از نظر اخلاق. شاهی که دروغ بگه نور از اون روی برمیگردانه، یا خورشید از اون روی برمیگردانه، یا فرح ایزدی از دست اون گرفته میشه و به فرد لایق تری سپرده میشه. در پرچم ساسانی ها، در مهرها و حتی در پرچم ایران پیش از اسلام تصویر خورشید نشانه قدرت، روشنایی و قانون بوده.